آیا این ناوها قابلیت غرق شدن دارن؟ نه نیروی دریایی ایران، در واقع نه نیروی دریایی ارتش، نه نیروی دریایی، نه نیروی هوافضا و اون توان موشکی و پهپادی ما، هیچ کدوم نمیتونن این ناوهای هواپیمابر رو غرق بکنن. و جالب بدونید که حتی خود ارتش آمریکا هم نمیتونه این ناوهای هواپیمابر رو غرق بکنه. چرا؟ چون یه اتفاق جالبی افتاد تو سال 2005. ناو هواپیمابر USS آمریکا که بازنشست شده بود و سابقه جنگ توی خلیج فارس و ویتنام رو داشت، ارتش آمریکا اومد یک تستی روش انجام بده و ببینه که چطوری میشه این ناو رو غرق کرد. با بمب‌های هدایت آزاد، با بمب‌های لیزری، با موشک کروز، با اژدر و حتی سناریوی حمله با قایق‌های انتحاری هم روی این بدنه ناو، روی این ناو USS آمریکا تست کردن. 25 روز تمام این ناو غرق نشد و نهایتاً بعد از 25 روز حالا تیم‌های تخریب وارد ناو شدن، اون درهای فولادی رو باز کردن، روی قسمت‌های حساس ناو مواد منفجره سنگین کار گذاشتن و نهایتا اینجوری ناو غرق شد به صورت کاملا کنترل شده و بعد از 25 روز. پس خیلی ساده شده در پاسخ به سوال شما، یک ناو هواپیمابر رو نه ایران، نه روسیه، نه چین و نه حتی خود آمریکایی‌ها نمیتونن غرقش بکنن. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا